ما از قرآن دور هستیم، هموطنای نازنینم، خفه نشین، بین خود هستیم. ما ده ها دفعه از دوستای خود رفیقا قرآن تا آخر با ترجمه خواندی میگن نی، ما فقط پوش کرده میریم، نظر میگیریم، پوش میکنیم و فاصلهش از خود دور میکنیم. قرآن کتابی نیست در او دنیا برما آمده باشد که در او دنیا چی کنیم، در این دنیا چی بکنیم. قرآن کتاب زنده هاست، ما تنها سر مرده ها میخوانیم. هر جای صدای قرآن بشنیم میگه کسی مرده و این بدبختی ما مسلمان ها هست. من یک نمونه، یک فرمول 6 جزئی را میگم شما ببینید. اگه یک انسان به این عمل کنه آیا به موفقیت میرسه یا نمیرسه؟ اول اگر یک انسان مدیریت وقت کنه، وقت خود بشناسه، کار بیهوده انجام نده، از زمان خود درست استفاده کنه. که مدیریت وقت چه خصوصیات داره میگذاریم. شما یک نفری را در نظر بگیرید که وقت خود خوب مدیریت کرده، مثل مو مسلمانی بوده که میفهمه او دنیا ازش پرسان میشه که عمرت چی کردی، مخصوصا دوره جوانیت، و جواب درست داره برش که خدایا کار بیهوده از دست ما سر نزده. اگر وقت ما را مدیریت کنیم، کل ما به شوق کار خود کنیم، ما جامعه پسمان میشه یک جز دوم، از ضرر جلوگیری کنیم، از خسارت جلوگیری کنیم. مثلا ورزش کنیم که چربی خون نگیریم، ما را کار کنیم که وطن ما پسمان نشه، نفقه حلال برای اولاد خود پیدا کنیم، از خسران جلوگیری کنیم. این دو جز. سوم، عمل صالح انجام بدیم، کار خوب، کار خیر، دست دیگر را بگیریم، ظلم نکنیم، ستم نکنیم، عادل باشیم، مفید باشیم. خب یک انسان مدیریت زمان کنه، از خسران جلوگیری کنه، عمل صالح انجام بده، طرفدار حق باشه، سخن حق بگویه، علیه ظلم استاده شوه،